الله اکبر. نباش بذارینش اونجا. آره همینجا خوبه، بذارینش زمین. آروم. حاج آقا یه نگاهی به قبر بندازین، اندازش خوبه؟ ها؟ وای خدای من، اونجا رو ببینیم. این چیه؟ ماره حاج آقا. این مار از کجا اومده؟ من نمیدونم حاج آقا. خب حالا چی کار کنیم؟ باید یه قبر دیگه بکنیم حاج آقا. آره خوبه. بله فکر خوبیه. آها اونجا زیر درخت یه جا هست. عمو جان ممکنه سریع اونجا رو بکنی؟ باشه همین الان میکنم. آقایون همگی کمک کنین جنازه رو بلند کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکم یواش. زود باشه. خوب میتونی. تمام شد؟ تمام شد حاج آقا. خب جنازه رو بیاریم. بلند کنی. آروم خوبه. باش. بذاریم پایین. خیلی خوب. خدای بزرگ سر در نمیارم. چی؟ یعنی چی؟ من که نمیفهمم. چی شده؟ چیکار کنیم صادق؟ قبر خواهر توه، تو باید تصمیم بگیری. میگی یه قبر دیگه براش بکنیم؟ صادق چی میگی؟ میخوای یه قبر دیگه بکنه؟ برای من فرقی نمیکنه. میکنم، اما حتی اگه 300 تا قبر دیگه بکنم اون مار باز پیداش میشه. اون مار نتیجه اعمال متوفاست. تو چی میخوای بگی مرد؟ این حرفا چیه میزنی؟ آروم صادق، آروم باش پسرم. صبر کن، آروم باش. بهتره که یه قبر دیگه بکنه. نه دیگه قبر نمیخوایم حاجی. صادق تو دیوونه شدی؟ خب دیگه تو قبر مار نیست حاج آقا. حالا میتونیم جنازه رو خاک کنیم. چی شد؟ همسایه میشه یه دقیقه بیاین تو اتاق بغلی؟ میخوام یه چیزی بهتون بگم. چشم همسایه. همسایه شما هم با من میاین؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. همسایه ها گفتم بیاین اینجا با هم آشتی کنید. من ازتون خواهش میکنم آشتی کنید، با هم آشتی کنید، بعد از این اتاق بریم بیرون. میخوام حرفایی که اون شب به هم زدین فراموش کنید.
خواهش میکنم آشتی کنین. وقتی میشه تو این دنیای بی وفا با خوشی زندگی کرد، چرا باید با هم قهر کنیم؟ خواهش میکنم، التماس میکنم آشتی کنین. اما چرا ازمون همچی چیزی میخواین؟ اونم در همچین روزی. اتفاقا ازتون میخوام که همین امروز با هم آشتی کنین، به خاطر دخترم. تسلیت میگم. ممنون. تسلیت میگم. ممنون. 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 وای خدای من، خدای من. چی شده حاجی؟ باز چیزی شده؟ قبر از تو قبر یه صداهایی میاد. عالم قبر عالم سختیه. عالم قبر حساب پس دادنه. بازش کنید، بازش کنید، قبر رو باز کنید، قبر رو باز کنید. کارو نکن. آدم ناراحت میشه، عصبانی میشه، از دهنش یه حرفی میپره، بعد پشیمون میشه. همسایگی عین خواهر برادریه. خواهش میکنم آشتی کنیم به خاطر دخترم. خواهرم الان کمکت میکنم، میارمت بیرون. خواهرم الان صورتتو باز میکنم. خیلی بهش اخطار دادم، گفتم نکن دخترم، گناه داره، فتنه‌گر نباش. هم تو این دنیا هم تو اون دنیا گفتم عذابشو میکشی، ولی گوش نکرد. نتونستم کاری کنم. خواهش میکنم اونا ببخشین، دخترمو حلال کنین. میترسم تو اون دنیا به خاطر این گناهش عذابای سختری بکشه. گفتم شما بیاین اینجا برای اینکه فکر کردم اگر شما دوتا هرچه زودتر آشتی کنید قبل از حسابرسی تو قبر شاید عذابش کمتر بشه. به خاطر اون آشتی کنید. خواهش میکنم آشتی کنید. حاج آقا شما میدونین علت تمام این اتفاقات چیه؟ بریم با مادرتم صحبت کنیم. بیشتر از این شما رو تحت فشار نمیذارم، میل خودتونه. من فقط خواستم حقایق رو بهتون بگم تا بدونین واقعیت چی بوده. آشتی کردن و نکردنتون با خودتونه، خودتون میدونید. بشینید من باز میکنم. مادر جون خواهرم. پسرم چرا اینقدر آشفتی؟ قبر خواهرم رو 2 دفعه کندیم مادر. 2 دفعه کندین؟ مگه چی شده؟ چرا؟ چون که تو قبرش مار در اومد، تو هر 2 تا قبر. من مار رو در آوردم تا تونستیم خاکش کنیم. تازه بعد وقتی حاج آقا بالا سرش قرآن میخوندن یه صداهایی شنیدن،
صدای فریاد، صدای قره، صدای ترسناک. ما هم شنیدیم. اونجا همه ترسیدن، نفهمیدیم چی شده. بعدش قبر رو باز کردیم، دیدیم صورت خواهرم اینقدر وحشتناک شده که بعضش اونقدر وحشتناک بود که معلوم بود خیلی عذاب کشیده. سالهاست که دارم این کارو میکنم. تو زندگیم اولین باری که با یه همچین اتفاقی روبرو میشم. هر کاری یه دلیلی داره. این دختر شما حاج آقا بذار بگه پسرم، بپرسید. حقشونه که بپرسن. شاهد صحنه‌ای بودن که هرگز ندیدن و تعجب کرد. هر چیزی دلیلی داره، همینطوره. فهمیدم میخواین چی بپرسین حاج آقا. میخواین بدونین این اتفاق دلیلی داره. میخواین بدونین دخترم وقتی زنده بود کاری کرده بود که مستحق همچین عذابی باشه. جواب میدم. دختر خیلی خوبی بود اما یه اخلاق بد داشت. سخنچین بود. آدم ها رو به جون هم مینداخت. چند تا از همسایه ها به خاطر اون به جون هم افتادن. چندین بار بهش گفتم ولی نتونستم جلوی این اخلاق بدشو بگیرم. سخنچینی منجر به عذاب در عالم قبر میشه. مگه اینطور نیست حاج آقا؟ حالا ما برای اینکه تا حدی عذاب قبر خواهرت کم بشه فقط باید دعا کنیم پسرم. دعا کنیم. جز این چه کاری میتونیم بکنیم؟ معذرت میخوام، من پشت سرت حرف زدم. تو رو خدا حلالم کن. منم به توهین کردم همسایه، تو هم حلالم کن. خطای کوچکی نیست که در اثر بی‌توجهی تبدیل به خطای بزرگتری نشه. هیچ خطایی هم نیست که با تدبیر و جدی گرفتن اون جبران نشه. چه بسا اشتباهاتی که در اثر بی‌توجهی ما به اونا یه روز باعث از بین رفتن تمام اعمال نیکمون بشه. در زندگی اشتباه کوچیک وجود نداره. همگی ما به عنوان موجود زنده به خیلی چیزا نیاز داریم. هوا، آب، غذا، بهداشت و خیلی چیزای دیگه. زنبور آب